بعد عریس جو رویم کرده. بفهمی مادر، خوش آمدی. دست در نکنه آرس، زنده باش. دست در نکنه. خشکم اصلا دندون میخواییم. خوش کن مادر. خیلی بگم آرس، یه روز چوپون گوسفند داشت پرسید شما چطوری گرگ میترسید؟ بعد سیگلر مثل خانواده خودتون میدونید. خب مادر، گوسفند چی گفت؟ چه؟ گوسفند چی گفت خب؟ گفت به خودت توقع داشتی گوسفند چی بگه؟ حرف میزنه گوسفند. کاشیدی نمیگفتی نیم ساز دارم. خودت گفتی. خب چه میدونم به خدا چطور دستم مسته و جیم بچه و های گل نیم ساز در خود گرفته. نشسته که نه پول بودم و پسر برد داد بله توی نیم سازی گرفت. لیسانس مادر، نه نیم ساز. حالا هنه تمیگی تو توقع داشتی گوسفند حرف بزنه یه قدم گوسفند داشتیم کدوناش حرف میخوره آرس. میخوام برم آرسه برم یه خواهده قاطقی درست کنم بدهشون پایه داری آرس برم بشین حالا مادر.